به نام خدا، مهدی حکیمی هستم، رئیس نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، عضو شورای مرکزی و رئیس کمیسیون توسعه خدمات مهندسی شورای مرکزی و همچنین دبیر کمیسیون رؤسای نظام مهندسی ساختمان استانها. موضوع بحثمون سند شناسنامه فنی ملکی هستش. این سند یک سند رسمی است در کنار سند فنی ملکی. اعتبار و ارزش بسیار زیادی برای پایش و ارزش‌گذاری ساختمان هاست. قانونگذار در سال 74 یکی از شرح وظایف نظام مهندسی ها رو تهیه و صدور سند شناسنامه فنی ملکی تعیین کرده. همچنین در آیین‌نامه اجرایی اون در سال 1375. منتها تا سال 1384 آیین‌نامه اجرایی که بتونه این سند و عملیاتی و اجرایی بکنه در استان تهیه نشده بود که بعد از اینکه این سند تهیه شد، آیین‌نامه اجراییش مشخص شد، از سال 84 استان‌ها مکلف شدن که این سند رو برای سند شناسنامه فنی ملکی رو برای ساختمان‌ها تهیه بکنن. تعدادی از استان‌ها از همون زمان این کار رو شروع کردن و بعضی از استان‌ها به علت شرایط خاص استان خودشون نتونستن این سند و این موضوع شناسنامه فنی ملکی رو در استان عملیاتی بکنن. این سند از سالهای متفاوت در استان‌ها که اجرایی شده بود تا همین الان هم در حال صدورش هست. منتها به عنوان یک سندی که میتونه پایش و ارزش‌گذاری ساختمان‌ها رو داشته باشیم، قانونگذار به درستی اینو تعیین کرده و بنا بوده که ساختمان‌ها با توجه به این سند قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاریشون مشخص بشه. کیفیت ساختمان‌ها، نوع، جنس و مصالح و اجرای اون در این سند مشخص بشه تا حقوق بهره برداران که میخوان یک ملک و یک ساختمون رو تهیه بکنن با توجه به این سند ارزش‌گذاری و پایش بشه. این شرح وظیفه توسط نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به خوبی تا الان انجام شده و هر ساله در جهت کیفیت این تهیه این سند اقدامات بسزایی انجام شده تا اینکه در سال 1401 با طرح شکایت فردی به عنوان اینکه این سند که داره تهیه میشه هزینه اون نباید دریافت بشه، به استناد اینکه این هزینه قبلا در خدمات مهندسی اجرا شده. خب این برداشت غلطی بود که انجام شد و متاسفانه در دستگاه‌های قضایی به درستی کار کارشناسی انجام نشد و باعث شد که مبلغ هزینه دریافت سند مورد تشکیک قرار بگیره و ابطال بشه دریافت هزینه. این یک چالش بزرگی بود برای استان‌ها، استان‌هایی که تهیه این سند جزئی از شرح وظایف اصلی اونها بود و با عدم دریافت هزینه بسیاری از منابع مالی اونها به چالش کشیده میشد. خب تلاش‌ها و اهتمام بسیار زیادی از طریق شورای مرکزی و ریاست محترم انجام شد. به جاهای خیلی خوبی رسیده بودیم که بتونیم انشالله دیوان عدالت و دستگاه‌هایی که مرتبط با بحث موضوع شناسنامه فنی ملکی بودن و قانع بکنیم که این هزینه ارتباطی به هزینه خدمات مهندسی نداره. این یک خدمت فنی است که برای مالکین انجام میشه به عنوان تهیه یک سند رسمی در کنار سند ملکی. اقدامات بسیار مثبت و خوب بود تا اینکه متاسفانه به دلایلی باز مجددا این مورد تشکیک قرار گرفت و دیوان با طرح شکایتی جدید این موضوع دریافت هزینه رو با اعمال ماده 13 تعمیم داد به زمان صدور این و تهیه این سند شناسنامه و یک چالش دیگری رو به چالش‌های بزرگ استان‌ها اضافه کرد. اهتمام جدی پیگیری شد و دنبال شد که انشالله با دستگاه دیوان عدالت و راه و شهرسازی این موضوع پیگیری بشه. همکنون هم داره پیگیری میشه. مکاتباتی رو با مسئولین انجام دادیم تا اینکه انشالله
بتونیم اون حقانیتی رو که در بحث تهیه و صدور این سند هست که باعث میشه کیفیت ساختمان ها به لحاظ ساخت بالا بره رو داریم الان دنبال میکنیم. امیدواریم که انشاءالله در جلسات کارشناسی کار به خوبی پیش بره و بازنگری و اعمال ماده 91 به رأی‌های صادره مد نظر دوستان قرار بگیره و متقاضی این هستیم که انشاءالله در جلسات کارشناسی در دستگاه‌های مرتبط بتونیم کار رو به شکلی پیش ببریم که انشاءالله حقوق از دست رفته نظام مهندسی استان‌ها توی این مراحل بازبینی بشه و انشاءالله برگردیم به این که این سند با کیفیت و مطلوبیت خیلی جدی دنبال بشه و استان‌ها بتونن با بازنگری و ارتقای کیفی و کمی این موارد برای سند شناسایی فرآیندگی شاهدی این باشیم که کیفیت و عمر مفید ساختمان‌ها انشاءالله به نزدیک بشه به اون عمر واقعی که باید در برنامه‌ها پیش بینی شد.